از وقتی وارد رشته پزشکی شدم همیشه منتظر کورس زنان زایمان بودم. علاقه عجیب که نمیدونم از کجا منشأ گرفته بود. تصوراتم از دیدن لحظه تولد نوزاد، چه سزارین چه طبیعی، هیجان منو بیشتر میکرد. وارد بخش که شدیم، آموزشایی که دیدیم، بیشتر و بیشتر با بدن خودم، یا بهتر بگم با بدن زنان و پیچیدگی هاش آشنا شدم، با فیزیولوژی و آناتومی و هورمون ها و ارتباط اینها به هم. من هیچ وقت زایمان طبیعی را از نزدیک ندیده بودم و بسیار مشتاق برای روزی که باید بریم لیبر و روز موعود برای من فرا رسید. وارد اتاق زایمان که شدیم، چه لحظه عجیبی بود وقتی اون مادر روی تخت دیدم و کادر درمانی که اطرافش ایستاده بودن تا به مادر کمک کنن که به اصطلاح نوزاد رو بگیرن. تمام لحظات مثل یه فیلم جلوی چشمامه. سر تا پای مادر خیس عرق بود. چه درد و رنجی رو متحمل می شد برای آوردن انسانی پاک و معصوم از دنیای محصور رحم به این دنیایی که مشخص نیست چه چیزهایی در انتظارشه. صدای قیچی که برش اپیزیوتومی رو زدن هنوز توی گوشمه. خونی که از پرینه مادر سرازیر می شد. مادر زور می زد، استراحت می کرد و دوباره همین چرخه تکرار می شد و دقیقاً با صدای اذان نوزاد بعد از 1 ساعت تلاش مادر پا به این دنیای عجیب و غریب که هم زیبا و هم زشت بود گذاشت و سپس جفت آن بافت پر از خون و عروق که بیشتر شبیه درخت بود، درخت زندگی، و سپس خون فراوان که از بدن مادر خارج می شد و در این میان عجیبتر سوالهایی که مادر در عین اینکه بدنش در حال لرزش بود، بی حال و رنگ پریده بود میپرسید. حال بچم خوبه؟ سالمه؟ و اون لحظه بود که اشک در چشمان من حلقه زد. چطور یک انسان در اوج درد و استیصال و ضعف و بیحالی حال انسان دیگر را میپرسد؟ او کسی نیست جز مادر، انسانی عجیب که هنوز در راز خلقتش، قدرت‌های زیادش و در عین حال ظرافت زنانگیش پر از سوال هستم. تمام اون روز عضلاتم منقبض بود، بدنم درد میکرد، کف پاهام اینقدر به زمین فشار داده بودم که درد رو در تک تک انگشتانم حس میکردم. نمیدونم تو آینده چقدر ظرفیت و گنجایش دیدن رنج شیرین و تلخ زنان رو خواهم داشت و آیا مناسب رشته تخصص زنان و زایمان هستم یا نه. با آرزوی سلامتی برای تمام مادران و آرزوی موفقیت برای تمام پزشکان زنان و زایمان.